سلام دوستان و علاقه‌مندان به باغداری. این گلابی که میبینیم در اصل از سین و گلابی پیوند شده که محل پیوند گلابی رو میبینید. وسطی شو که درگزی هست، ولی این دوتا رو متاسفانه یادم رفته که اگه نگاه کنیم برگاشون متفاوتن، برگهای متفاوتی دارن. یادم رفته کدام گلابی بوده من پیوند زدم. برای کسانی که مثلا در محیط کوچک میخوان روی یه درخت گلابی چند نوع گلابی داشته باشن، میتونن روی هر کدوم از شاخه‌هاش یه پیوند متفاوت بزنند. امیدوارم به درتون خورده باشه.